خوش اومدید به پیج من به اسم دوویت پرستو. امروز میخوایم با همدیگه یه غذای خیلی آسون و راحت درست کنیم به اسم واویشکای گوشت. اول یک بسته گوشت داخل تاوه میریزم، مقداری روغن بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه مقداری رنگ گوشت عوض شد، پیاز داغی که از قبل آماده کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. و حالا یک حبه سیر هم داخلش رنده میکنم. حالا نوبت اضافه کردن ادویه هاست. زردچوبه، دارچین، فلفل سیاه و نمک. از اینکه گوشت مقداری با ادویه ها تفت خورد، حالا 3 تا گوجه‌ای که پوستشون رو کندم و ریز خوردشون کردم رو به گوشت اضافه میکنم و یه قوطی هم از این گوجه فرنگی های قطع قطع شده داخلش میریزم. حالا بهش اجازه میدیم که مقدار مواد با هم دیگه پخته بشن. بعد از اینکه مقداری گوجه هامون آب انداخت و پختش، حالا مقداری روغن حیوانی بهش اضافه میکنم. میتونید کره هم اضافه کنید، فرقی نمیکنه، بستگی به ذائقه و سلیقه خودتون. اگه دوست داشتید که رنگش یه مقدار تیره تر بشه، 1 قاشق رب داخلش اضافه کنید. و همینطور که مواد در حال پخته شدن هستن، با پشت قاشق گوجه ها رو له کنید که کاملا آبشون رو پس بدن به غذا. و مقداری هم پاپریکای دودی بهش اضافه میکنم. دیگه کاملا به روغن افتاده و دیگه زیرش رو خاموش میکنیم. برای کنار غذاتون میتونید از سیب زمینی سرخ کرده هم استفاده کنید. البته کاملا ذائقه و سلیقه‌ایه، ولی ترکیب خوبی با هم دیگه میشن. اینم از واویشکای ما که آماده شد به همراه سیب زمینی سرخ کرده در کنارش. این غذا رو میتونید همراه با برنج یا نون سرو کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید و چنل من رو به نام دوویت پرستو سابسکرایب کنید. علامت زنگوله رو بزنید چون که هر هفته ویدیوی جدید داریم. دوستتون دارم.